سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. اسم من نگاره و اینجا قراره با هم دیگه بافتنی را از 0 تا 100 با هم یاد بگیریم. خب امروز همونطور که میبینید قراره به شما یاد بدم چجوری زنجیره ببافید. خیلی راحته و شروع بافتنیه. امیدوارم که کامل بتونید این رو یاد بگیرید. بریم که شروع بکنیم. برای شروع شما فقط نیاز به یه دونه قلاب دارید و یک کاموا. فرق نمیکنه چه کاموایی باشه و کاملا به انتخاب خودتون هست. خب بریم که شروع بکنیم. برای زنجیره زدن شما اول باید گره خفت رو بلد باشید. به این صورت هست که من نخ رو اینجوری میگیرم و دور انگشتم یه دور میپیچونم و نخ وقتی که پیچوندم این حلقه رو در میارم و نخ بزرگتر رو از وسط این حلقه میکشم بیرون. به همین راحتی الان شما اینجا یه گره خفت دارید. خب من قلابم رو بین این حلقه گذاشتم و کامل تنگش میکنید که سایز قلابتون بشه و کار باهاش راحت باشه. نخ بزرگ رو دور انگشتتون بپیچید و این قسمت نخ رو هم با دستتون اینجوری بگیرید که بتونید کنترلش کنید. یه بار این نخ رو روی قلابم میندازم و با قسمت پایین قلاب با نوکش نخ رو میارم بیرون. الان من یه دونه زنجیره زدم. دوباره روی قلابم میندازم نخ رو، کاموا رو، و از داخل حلقه میارم بیرون. 2 تا زنجیره. دوباره همین کار رو ادامه میدم. به همین راحتی فقط میندازم روی قلابم نخ بزرگ رو و از توی حلقه ای که اینجا هست میارم بیرون. اصلا سخت نیست. به این شکل کامل میارم بیرون. به همین راحتی. نخ رو میندازم روی قلاب. قلابم باید اینجوری باشه، رو به پایین باشه که گیر نکنه و اذیت بشید. به این صورت. به همین راحتی شما تعدادی زنجیره زدید. برای تمرینتون میتونید 50 تا 100 تا یا هر تعدادی که میخواید زنجیره بزنید تا کاملا روی زنجیره زدن مسلط بشید و کامل یاد بگیرید. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم که کامل یاد گرفته باشید و براتون راحت بوده باشه. خیلی ممنون میشم برای حمایت از من این ویدیو رو لایک بکنید، برای من کامنت بذارید و کانال من رو سابسکرایب بکنید. خدا نگهدار.